پخش این نوار بعضی از پدر و مادران را در تاجیکستان به تشویش آورد. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، ویدیو 6 اپریل در ناحیه همدانی ولایت ختلان ثبت شده است. دیده می شود که نورس از درد شکم شکایت کرده از مادرش یاری می پرسد. والدان نورس در نوار می گویند که فرزندشان بعد از خوردن داروی در مکتب به این احوال گرفتار شد. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که نورس 11 ساله و خواننده مکتب رقم 22 در ناحیه همدانی است. یک مسئول مکتب به رادیوی آزادی گفت احوال خواننده بعد از خوردن داروی البندازول که برای نابود کردن کرمی روده است بد شد. او و چند خواننده دیگر از دل بی‌حضوری و سرچرخه شکایت کردند. به گفته همصحبت ما، یکی از آنها به بیمارخانه برده شده. بعد از پخش شدن نوار، مقامات کارهای داخلی و دادستانی به تحقیق حادثه سر کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان خبرها را درباره بد شدن وضع سلامتی خواننده ها پس از خوردن داروی ضد کرمی روده رد می کند. در وزارت گفتند که هر سال برای پیشگیری و نابود کردن کرمی روده به خوانندگان دارو می دهند. دارویی که میساب به ما بیگانه است، البته وقت طلب میکند که او از تمام نمود تشخیص ها گذرد و ما از آن دست میکشیم یک بار. بنابراین داروی شناخته را میگیریم که علاقه در تاجیکستان استفاده شده است، یعنی سالهای پیشین و نتیجه خوب هم داده است. اصلا البندازول خودش در بازار داخلی هست. طبق معلومات از منابع باز، البندازول برای محو کرمی روده پیش بینی شده است. این دارو برای نورسان از 17 تا 14 ساله پیش بینی شده، می تواند در برخی ها باعث به دل بی‌حضوری، درد سر یا سرچرخه شود. در وزارت تندرستی گفتند که به پزشکان چند قاعده اساسی را فهمانیدند. ما از کارمندان مؤسسه طب با دستورالعمل‌ها شناس می‌شوند که در کدام وقت باید بدهند، یعنی کودک آیا غذا خورده باشد یا نه. این یک مسئله. دوم، یعنی که اگر سحر باشد، خب نصف روزی باشدم تاکید میکنن، یک روز پیش تاکید میکنن که فردا دوره دارو تقسیم کنی است، البته دلی نهار نآید، یعنی که یک چی باید بخورن پیش از استعمال دارو. ساکنان در خیابان‌های شهر دوشنبه درباره اقدام وزارت تندرستی نظر یکسان ندارند. خیر اگر لازم ببینن دکترها، ما راضی هستیم. برای چی؟ Честно говоря, всегда советуюсь со своими педиатрами. من راستی همیشه با دکتری اطفال مشورت میکنم، زیرا هرچی شدنش ممکن، علل خصوص در مسئله سلامتی. استعمال کرد. خبردار بودید شما یا نه؟ پدر و مادرش مدام خیلی گفت که دادن وای کردن، خبردارن. یگان حالتش دیگه شد یا دیگه نشده، یک خیلو وای شده، اشکمدار شده، کروش همین خیوار شده، لیکن نقص پریناست کرد. در تاجیکستان نورسان از لحظه تولد تا 18 سالگی با واکسین‌های گوناگون ام کرده می‌شوند، اما خیلی کم اتفاق می‌افتد که در پی امکانی یاد دادن دارو به نورسان چون این سر و صدا به میان آید.